یک چیز را من به شما مراجعت کردم، میگم من کلی مردم تاجیکستان، من میبینم دنیا را میگردم، جهان اسلام را میگردم، میآموزم. دوستان عزیز، وقتی که ما شما فرزند به دنیا هست میکنیم، این یکی از هدفهای مقدسی پدر مادر. دیگر وظیفه مقدسی پدر مادر تربیت کردن فرزند است. یعنی چی؟ ما سواد کنیم، آداب و اخلاق حمیده تربیت کنیم، کسب و هنر گیرن، علم آموزن، زمانه را نگاه کنیم. انا مذهبی ما مذهبی آنمی، انا همین را تلقین میکند. به سواد میمانند، به کسب میمانند، به هنر میمانند، در قد کوچه کارش به گدایی یا جنایت صادر میکند یا مواد مخدر استعمال میکند یا یک کار دیگری دائما در زندگی زیاد میکشد. پدر مادر وظیفه ما شما آن است که اونا را تربیت کنیم، شایوی کسب و هنر گردانیم، علم آموزانیم که بعد سر ما شما که از دنیا گذشتیم، آنها زندگی حیات مستقلانه